یکی آمد پیش مولانا گفت دلم بیقراره. مولانا گفت بس حتما به یک چیزی که نباید دل بدی دل داد. بیقراری دل از اینه. وقتی ما یک چیزی که نباید بخوریم میخوریم، معده پر از آشوب میشه، میریم پیش دکتر، اولین حرفی که دکتر میزنه چی میگه؟ یه چیزی که نباید میخوردی خوردی. اون چی بوده؟ حالا یکی آمد پیش اهل دلی مثل مولانا گفت دلم بیقراره. مولانا گفت حتما یه چیزی که مال دل نبوده تو دل ریختی. دل به چیزای کوچک که میدی دل کوچک میشه. مثل اینه که من دل به یه حبابی بدم، حباب الله عاشقینم، الله اینو دوست دارم، الله این زیبایی، الله این قشنگه، این میترکه او ترکی دل منو بگی میترکی. چرا عاشقی که حبابی میشی که اصلا ماندگار نیست؟ احبب من شئت فانک مفارقه. دل به هر چی میخوای بده بده، اینا حبابن میترکن، او ترکی دل تو هم میترکه. او میشکنه، او شکست دل تو هم میشکنه. این دنیا جای دل دادن نیست، این دل فقط مال الله. اگر به الله دل دادی دل آرام میگیره. بله یه جاهای الله امر کرده که تو باید مأمور بهیه که باید محبت بکنی. با یه محبتی با سبقه الهی محبت میکنیم. الله از من میخواد با پدر و مادر محبت بکنم، میکنم چون الله دوست داره. احب لله. استادم باید باش محبت کنم، عالم حافظ باش باید محبت کنم، پیرمرد باید باش محبت کنم، اقوام و خیشان باید باش محبت کنم، میکنم. چرا؟ چون الله این محبت رو دوست داره، اما به حد خودش.